فرز پولیش بخوام باش پولیش ماشین رو بزنم، عملا اون رنگ ماشین رو میسوزونه و نمیشه، چون اینا تکدور هستن، دیمردار نیستن، مینی فرزه. ما عملا با این دیمری که ساختیم میتونیم سرعت این مینی فرز رو کم و زیاد کنیم. حالا اینو با هم امتحان میکنیم. کلید مینی فرز روی روشن و روشن.